ассалому алайкум бинандагони азизу арҷуманд, нашри навбатии барномаи телевизияи Пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. پس از تنفسی طولانی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند کارخانه مشترک برادتک تاجیکستان ماینینگ اینوستمنت لیمیتد با فعالیت آغاز می‌نماید. در جماعت دهاتی وروی شهری پنجکند با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند و مساعدت مقامات صحابی جمهوری کارخانه مشترک برادتک تاجیکستان ماینینگ اینوستمنت لیمیتد با فعالیت آغاز می‌کند. یادآور می‌شویم که بعد 10 سال تنفس کارخانه مذکور با سرمایه‌گذاری صاحبکاران چینی بنیاد می‌گردد. حالا با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین کشور، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند حالا کارهای آمادگی برای با فعالیت آغاز نمودن آن با مرام ادامه دارد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با مقصد شناسایی از رفت کارهای برقرارسازی و شروع کردن کارگاه یکم به اینجا آمد. ضمن شناسایی مسائل مهم فعالیت کارگاه و به کار جلب نمودن کارمندان و متخصصان صحابی بررسی کرده شد. عین زمان در اینجا مسئولان با جدا نمودن قطعه زمین برای سیخ نو مشغول بوده. رهبری کارخانه مشترک برادتک تاجیکستان ماینینگ اینوستمنت لیمیتد موظف کرده شد که تا آخر سال روان در نوبت اول با جلب 150 نفر کارگران و کارمندان به کار جلب کرده شوند. در نزدیکی دهه گلستان جماعت دهاتی وورو برای مهاجران اکولوژی 25 خانه استقامتی موثر ساخته می شود. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه متوجه باشید. در نزدیکی دهه گلستان جماعت دهاتی وروی شهر پنجکند 25 خانه استقامتی زمانوی بنیاد می شود. آن برای مهاجران اکولوژی بوده. در دایره همکاری های حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد از جمله با امارات متحده عرب ساخته می شود. منزل های نو استقامتی با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و سرمایه گذاری تشکیلات بین المللی خیریوی شارجه از جانب تشکیلات جمعیتی خیریوی تاجیکستان بنیاد می‌گردد. این خانه‌های استقامتی دارای 3 حجره زیست و دیگر حجره‌های یاری رسان ساخته شده، خط برق و آب نوشاکی نیز گذرانیده می‌شود. برای نسل نو باشد در این موضع بنیاد بنای مؤسسه تعلیمی موثر و نقطه نو طبی نیز در نظر داشته شده است. ضمن شناسایی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با مسئولین جهتی در مهلت معین انجام دادن کارهای ساختمانی، سبز و خرمگردانی گیدرو اطرافی محیط، تعمیر راه و با صفت بلند انجام دادن کارها دستور داد. تحت رهبری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده جلسه هفته‌واری نظارتی نزد رئیس شهر پنجکند برگزار گردید. متوجه باشید با ادامه این موضوع. تحت رهبری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده جلسه هفته‌واری نظارتی نزد رئیس شهر برگزار گردید که در آن مسائل مهم روز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نخست رئیس شهر جلسه را از تعیینات کادری آغاز نمود. جمشید سالیف به وظیفه سردار مؤسسه دولتی راههای اتومبیلگردی شهر پنجکند تعیین گردید. در این وظیفه رئیس شهر برای کادر جوان کامیابی و موفقیت تمنا نموده تاکید نمود که من بعد در تعمیر راهها، بنیاد راه آهن، تعمیر پل خرمی رکناباد 5 رود، منفرش کنی راهها، تدبیرهای ضروری اندیشیده و راهاندازی گردند. سردار اداره بهداشت زمین و آبیاری دریای زرافشان وابسته به کارهای اجرا شده دوام سالهای 2024-2025 معلومات مفصل داد. قید نمود که در دایره لایحه و برنامه‌ها تدبیرها اندیشیده شده برای فعالیت من بعد نقشه ها کشیده شده است.
تا امروز یک قطار دستگاه و تجهیزات ضروری که فرسوده و تعمیرطلب بود با دستگیری مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر، صاحبکاران و سخاوتمندان و شریکان رشد از تعمیر برآورده شده. قسم دیگرش نو خریداری کرده شد. اینچنین در جماعت و دهات‌ها 3 نقطه نوی آبیاری بنیاد کرده شده. در نتیجه حالت زمین‌های کشاورزی بهتر گردید. باید گفت که پرداخت حق خدمت رسانی آب پالیزی طریق بلینگی عملی می شود. تا امروز بعضی از ساکنان جماعت دهات از اداره بهداشت زمین و آبیاری قرض دارند. برای در فرصت کوتاه پرداخت نمودن قرض، مسئولین از طرف رئیس شهر موظف گردیدند. اینچنین وظیفه گذاشته شد تا تاجرانی که در بازار گلستان سودا می‌کردند از جانب مردم و صاحبکاران دستگیری گردند. در شهر پنجکند آزمون گیرندگانی استیپندیای پرزیدنتی برگزار گردیده غالبان معین شده. متوجه باشید با گزارش دیگری برنامه. در مؤسسه تعلیمی معرفت پرور در شهر پنجکند آزمون برای دریافت استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای محصلین مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی، ابتدایی و میانه کسبی شهر پنجکند برای سال خوانش 2025-2026 برگزار گردید. در آن معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده و نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و اعضای کمیسیون اشتراک نموده بابت برگزاری آزمون مذکور ابراز اندیشه کردند. باید یادآور شد که استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای خوانندگان بالایاقت هنوز سال 1998 تأسیس یافته. مبلغ آن در ابتدا 240 سومانی را تشکیل میداد و در جمهوری 300 نفر را در بر میگرفت. با پیشنهاد پیشوای معظم ملت از 1 سپتامبر سال 2021 شماره گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی، ابتدایی و میانه کسبی که با بهای اعلا تحصیل می نمایند از 400 نفر به 3000 نفر زیاد کرده شد. برگزاری چنین آزمون ها برای بالا بردن سویه دانش، سطح و صفت تعلیم، بیدار کردن حس وطن دوستی و میهن پرستی، خویشتن شناسی و ارج گذاشتن به ارزش های ملت و مسئولیتناک بودن، اینچنین دستگیری استعدادهای نو نقش مهمی باشد. با گفته مسئولان روند آزمون را نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، بخش کار با جوانان و ورزش، شعبه معارف، عموما آموزگاران با تجربه در عموم هیئت کمیسیون شهری نظارت نمودند. جوانان از فن زبان مادری دیکتانت و از فن‌های متماتیکا، زبان انگلیسی، تاریخ و حقوق با سوال‌های تستی جواب نوشتند. از 52 تا 71 بال خلگذاری کرده شد. با گفته هیئت کمیسیون هر یک اشتراکچی در محیط رقابت سالم تلاش نمود تا سطح آمادگی و قابلیت‌های ذهنی خود را سنجیده با دیگر داوطلبان رقابت نماید. پس از تفتیش دیکتانت و تست ها از بین اشتراکچیان بهترین ها انتخاب گردیدند. معاون رئیس شهر پنجکند، رئیس کمیسیون مراد شکرزاده نخست به همه جوانان برای اشتراک در این آزمون آفرین گفته غالبان را اعلان نمود. اطلاع داده شد که در آزمون امساله زیاد از 340 نفر داوطلبان اشتراک نمودند که از میان آنها 94 نفرشان غالب دانسته شده در راه تحصیل و ایجادیات و مسئولیت آینده برایشان کامیابی ها تمنا نمودند. در دایره نقشه چاره‌بینی ها مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در همکاری با مقامات حفظ حقوق وابسته به پیشگیری حالت‌های ساختار آمادگی به دوره زمستان گذرانی ملاقات‌های سودمند دایر کردید. متوجه باشید به گزارش‌های دیگری برنامه. با مقصد پیشگیری از حادثه‌های ساختار شرح و ایضاح قانون‌های این ساحه همزمان بلند برداشتن مسئولیت شهروندان در پیشگیری حادثه‌های غیر چشم‌داشت گروه تبلیغاتی تحت راهبری پروکورور شهر پنجکند اسکندر رحمتزاده در هیئت سردار خدمات دولتی آتش‌نشانی رقم 38 شهر پنجکند باباجان امینزاده و مهندس شبکه‌های برق شهر پنجکند شاهرخ شریفوف در جماعت‌های دهاتی یاری
لویق شیرالی و ورو سلسله ملاقات و صحبت‌ها را با مردم انجام دادند. در جماعت دیهاتی یوری پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده با مردم اطلاع داد که حادثه های ناخوشی که چند روز پیش در بازار گلستان شهر پنجکین با وقوع پیوست ما را هشدار می‌دهد که نسبت قانون و قاعده های سوختار پیشگیری از این روند نامطلوب خیلی هوشیار و زیرک باشیم و همیشه برای راه ندادن به چنین حادثه ها از تمام امکانات ها استفاده بریم. سردار خدمات دولتی آتش نشانی رقم 38 شهر پنجکین باباجان امینزاده به ساکنان جماعت دیهاتی یاری اطلاع داد که یکی از سبب‌های به عمل آمدن سوختارها از طرف شهروندان رعایت نشدن عادی‌ترین قاعده‌های ضد سوختار میباشد که باید شهروندان به این مسئله توجه بیشتر ظاهر نمایند. در جماعت دیهاتی لویق شیرالی و وارو نیز پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده سردار خدمات دولتی آتش نشانی رقم 38 شهر پنجکین باباجان امینزاده و مهندس شبکه‌های برق شهر پنجکین شاهرخ شریفов بار دیگر قانون و قاعده‌های پیشگیری از سوختار را به حاضرین شرح و ایضاح دادند. از ساکنان این جماعت‌ها قاطعانه طلب کردند که همیشه از همه گونه حادثه‌های سوختار آگاه باشند، با کارمندان مسئول این ساحه‌ها صحبت کنند، پیش از همه در استفاده نیروی برق، واسطه‌های زودترکننده و سوزشواری‌ها احتیاطکاری را از دست ندهند، زیرا سوختار عاقبت‌های خوب ندارد. آن به خواجگی خلق به شهروندان نیز زیانی همه طرفه میرساند. واخوری ملاقات گروه‌های تبلیغاتی تحت راهبری پروکورور شهر اسکندر رحمتزاده در دیگر جماعت‌های دیهات و کارخانه مؤسسه‌ها با مرام ادامه دارد. گزارش عباس همراه‌زاده و خیام جورایف. گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین تحت راهبری معاون رئیس شهر مراد شکرزاده با کارمندان مسئول شعبه و بخش‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و شعبه معارف در دهه‌های میکده و اماندره جماعت دیهاتی اماندره صحبت و ملاقات‌ها انجام دادند. در این صحبت و ملاقات‌ها اساساً آمادگی به جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطگرا و تروریستی، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و همزمان برای باز هم بهتر نمودن فضای صلح و وحدت، بلند برداشتن امکانات‌ها جهت رشد دیهات و دیگر مسائل مبرم روز اندیشه ها بیان گردیدند. معاون رئیس شهر مراد شکرزاده به ساکنان دهه‌های میکده و اماندره اصرار داشت که ما باید همگان متشکلانه در پرتو دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نقشه‌های آبادانی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکین تمام امکانات‌ها را برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه سازیم. دیگر از اعضای گروه تبلیغاتی نیز اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون موضوعهای مبرم روز بیان کردند. راهبریت جماعت دیهاتی اماندره تصمیم گرفته است که در زمینه توسعه‌های گروه تبلیغاتی کارهای تشویقاتی را بین ساکنان جماعت باز هم گسترش بخشیده مردم را به کارهای آبادانی و سازندگی، بلند برداشتن معرفت حقوقی، تربیت اخلاقی و دیگر تدبیرهای مهم روز هدایت نماید.
ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام با فروشندگان بازار و ساکنان ملاقاتی آزاد از جانب نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و مقامات حفظ حقوق دایر گردیده با آنها درباره حالت‌های ساختار و جوابگری برای رعایت نکردن استفاده قوه برق اطلاع داده شد. متوجه باشید به گزارش همکاران ما. با مقصد رعایت قاعده‌های بی‌خطری ساختار و پیشگیری عامل و حالت‌های مساعدت کننده به حادثه ناخوش در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با یکجایگی با خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر و پروکراتور همچنین با کارمندان شبکه‌های برق در بازار خوراکواری و بازار هما با مردم تدبیرهای دستوردهی و نظارتی گذرانیده شد. معاون رئیس شهر مراد شکرزاده سخنرانی نموده حاضرین را معرفی نمود و قید نمود که اجرای تدبیرهای مجموعی صحوی برای سر نزدن حادثه‌های احتمالی ساختار میتواند زمینه گذارد. هر یک شهروند مسئول است که مال و محصولات خود را حداقل از حادثه‌های ساختار ایمن نگاه دارد. برای این میباید قاعده‌های بی‌خطری ساختار را رعایت نمود. سردار خدمات آتش‌نشانی شهر پنجکند ضمن سخنرانی خود قید نمود که هر یک شهروند را میباید حادثه‌های ناخوش ساختاری که در بازار گلستان شده گذشت آن را همچون یک درس بداند و مال و محصولات خود را از حادثه‌های ناخوش ایمن نگاه دارد. برای این شهروندان را میباید که مال و محصولات خود را در جای‌هایی که معین شده است نگاه بدارند و ناقل‌های برق را ثمرناک استفاده برده پیش از آنی که از بازار بیرون شوند خط برق را پرره خاموش نمایند. پروکرور شهر پنجکند رحمتزاده اسکندر ضمن این ملاقات تاکید نمود که هدف این ملاقات پیشگیری نمودن حادثه‌های ناخوش ساختار و بلند برداشتن ملکه و دانش مسئولان و کارمندان مؤسسه‌های شکل مالکیتشان گوناگون و شهروندان میباشد. پس از آن چنین یک ملاقات سودمند در بازار هما و با ساکنان جماعت دیهاتی سوجینه نیز گذرانیده شد. در این ملاقات ها به سوالهای ساکنان پاسخ گفته صحبت آزاد دایر گردید. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف. در تالار کاخ فرهنگ شهر پنجکند به نام علیم بابایف جلسه شورای سابقه‌داران جنگ و مهنتی شهر برگزار گردیده. در آن چندی از مسائل مهم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در مجلس پلنوم پنجم شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند اساساً سه مسئله مهم فعالیت این تشکیلات جمعیتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. مجلس پلنوم پنجم را رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند ابوالقل رضایف حسن آغاز بخشید و به حاضرین اطلاع داد که در دوره حساباتی چند نفر سابقه‌داران از دنیا درگذشتند. اشتراکچیان پلنوم به خاطر گذشتگان دقیقه خاموشی را رعایت کردند. از روی مسئله مجلس پلنوم پنجم شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند رئیس شورا ابوالقل رضایف درباره تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان گزارش مفصلی تحلیلی داد. ابوالقل رضایف اطلاع داد که قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان 24 دکبر سال 2022 قبول گردیده. در این قانون اساساً مسئله های بلند برداشتن تربیت شهروندان در مد اول قرار دارد. در قانون آمده است در این جاده همه ارزش های مهم اجتماعی و معنوی اخلاقی تقویت دادن زمینه های احساسات شهروندی و وطن دوستی در جامعه تشکل و رشد صفت های نیک شهروندی و اجتماعی نسل نورس و قابلیت از جانب آنها ظاهر نمودن این صفت ها در روند بنیادکاری ها به نفع جامعه و دولت خیلی مهم است.
ҳамзамон облохӯр ризоев дар ҷараёни гузориши хеш пиромони корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори омма саҳми раисони ташкилотҳои ибтидоӣ шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат дар тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон андешаҳои хешро баён намуд ва ба онҳо арзи сипос кард. аз рӯи масъалаи якуми маҷлиси пленуми панҷуми шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен роҳбари осторхонаи масъалаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90-уми ҷамоати деҳоти Косатарош Шомурод Тағойзода, раиси ташкилоти ибтидоии шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти Хурмӣ Абдуманнон Ҷумаев, раиси ташкилоти барқарорсозии сохти конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон Амонқул Ҳаитов, намояндаи ташкилоти шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен дар шӯъбаи маориф Парвина Мирзоева ва собиқадор Ҷумабой Сангинов ба сухан баромада бори дигар андешаҳои хешро дар бораи баландбардоштани тарбияи шаҳрвандон арзёбӣ карданд. муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода дар ҷаласаи пленуми панҷум ширкат варзида андешаву мулоҳизатоби хешро дар самти боз ҳам беҳтар намудани татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баён кард ва изҳор дошт ки дар ин раванд саҳми шӯрои шаҳрии собиқадорони ҷангу меҳнат хеле зиёд мебошад. дар маҷлис пиромони иҷрои дархосту пешниҳоди ташкилотҳои ибтидоӣ ва ҳамзамон дар бораи баргузории маҷлисҳои ҳисоботии интихоботӣ дар пеш истода масъалаҳо баррасӣ гардида аз рӯи ҳамаи онҳо қарорҳои дахтдор ба тасвиб расиданд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Хаём Ҷураев. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ба номи Абулқосим Фирдавсӣ бахшида ба ҷашнҳои фархунда дар мавзӯи ватану меҳанпарастӣ дарси кушод баргузор гардид. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ба номи Абулқосим Фирдавсӣ дарси кушод ва барномаи тарбиявӣ таҳти унвони рӯзи президент бо иштироки хонандагони синфи ҳашиве баргузор гардид. дар ҷараёни чорабинӣ хонандагон баромадҳои худро бо забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ пешкаш намуда маърифати сиёсии худ ва эҳтиром ба пешвои миллатро ба намоиш гузоштанд. ин чорабинӣ бо ташаббус ва роҳбарии муаллимаҳои фаъоли муассиса Ёрова, Шоҳмуродова ва Ғафорова баргузор шуда иштирокчиён суханронӣ карданд. барномаҳои фарҳангӣ аз ҷумла рақсҳои тарбиявӣ ва намоиши адабӣ иҷро намуданд. ҳамчунин дар рафти чорабинӣ порчае аз суханони пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пахш гардида хонандагон суруди қасамро ба таври дастаҷамъӣ иҷро намуданд. раёсати мактаб изҳор намуд ки баргузории чунин дарсҳои кушод ва чорабиниҳои тарбиявӣ барои боло бурдани ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, фарҳангдӯстӣ ва баланд бардоштани савияи зеҳнии хонандагон нақши муҳим мебозад. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.